باغ فرهنگی و فراغتی استاد عینی سال 1960 در قسمت شمالی شهر دوشنبه بنیاد شده است. لایحه باغ فراغتی و استراحتی به نام صدرالدین عینی از جانب ساختار بناسازی دور تاجیک گیپستروی سال 1958 تهیه شده است. مؤلف لایحه باغ آرکیتکتور سنگوسکی محسوب می‌یابد. واقعاً برای یادبود سردفتر ادبیات معاصر تاجیک، ادیب، روزنامه‌نگار، پوبلیسیست، فعال سیاسی دور، اولین پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان صدرالدین عینی در کشور یک ناحیه، یک تئاتر، یک آثارخانه، یک باغ و باز چند موضع دیگر نامگذاری شدند. چنانچه مشاهده کردیم باغ عینی دو درآمدگاه اساسی دارد که یکی از قسمت شرقی جنوبی و دیگری از قسمت شمالی غربی قرار گرفته است. باغ را میتوان به 4 قسمت جدا کرد. یکم آرامگاه و پیکره عینی، دوم دنیای افسانه، سوم آمفی‌تئاتر و سیرانگاه. آرامگاه عینی در زیر گنبد بعد درآمدگاه دوم قرار گرفته است. کمی پایانتر از آن پیکره استاد موجود است که در کرسی نشسته و در دست کتاب دارد. اصلا زمان نه تنها عینی بلکه چند از بزرگان دیگر نیز اینجا خفته بودند که تا نوامبر سال 2017 به باغ لوچاب کوچانیده شدند. چهره‌های شناخته علم و فرهنگ و سیاست کشور باباجان غفورов، جبار رسولov، محمد جان آسیمی، باقی رحیمزاده، مقدمه اشرفی، کمال عینی با همسرش از آنهایی میباشند که از اینجا به لوچاب کوچانیده شدند. دنیای افسانه موضع دیگری باغ است که برای کودکان و بازی آنها مخصوص گردانیده شده است. آنجا گوشه‌های آسایش و تفریح با اتراکسیون‌های مختلف از جمله 7 چرخ و فلک، ارغنچک‌ها، گل‌های خرد صنعی کودکانه و غیره موجود میباشند که به قریبی چند سال پیش بنیاد شدند. آمفی‌تئاتر قسمت دیگری باغ است که چاره‌بینی‌ها و نمایش و جشن و همایش‌های تابستانه آنجا برگزار می‌شود. از روی قاعده بالای آمفی‌تئاتر اصلاً گشوده می‌شود و فضای گشاد نمودار شده می‌ایستد. اتاق‌های معمولی نیز در اطراف آمفی‌تئاتر جایگیر شده‌اند. سیرانگاه‌های زیبا با درخت‌های زیبا و آرایشی و سبزه‌های سفته و مخملین از گوشه‌های استراحتی باغ میباشند. کوچه باغ اساسی از درآمدگاه دوم به سمت شمال طول کشیده به 2 گلگشت تقسیم می‌شود. در این گلگشت‌ها راهروها برای سیر و گشت جایگیرند. در سمت غربی باغ نهر جاری است که به کل شبکه‌های آب آشامیدنی شهر می‌ریزد. باغ از طرف خیابان رودکی با پنجره فلزی خوشنقش و نگار و ستون‌های مدور احاطه شده است. آثار عینی نیز از جمله شاهکاری‌ها و بزرگانگاره‌های ادبیات ما میباشند که ابتدای ادبیات نوین ما هستند. عینی با اثرهای خویش چون یادداشت‌ها و آدینه و داخونده و مرگ سودخور و یتیم و مکتب کهنه شهرت جهانی دارد. در باغ برای تفریح و استراحت مردم صفچه‌ها موجودند. چایخانه و آشخانه و دکان‌های نوشابه فروشی در خدمت مردم قرار دارند. در مرکز باغ موضع برای برگزاری صحبت و واخوری‌ها و چاره‌بینی‌های فرهنگی و هنری در روزهای عید و جشنواره‌ها جایگیر است.